که هر نفری که در برابر این ظلم و استبداد و این اسلام ستیزی های این ظالمین صحبت میکند، سخن میگوید و یا حتی اگر با تلفنش از شبکه‌های اینترنتی نوارها و ویدیوهای علمای اسلامی را تماشا میکند، به مقامات کمیته دولتی امنیت ملی خبر میدهند تا او را بازداشت کنند و هر کسی که داخل این مقامات شود، یعنی بازداشت شود، در زیر سخت‌ترین و دردناکترین شکنجه ها قرار میگیرد و در داخل هیچ قانون وجود ندارد. حتی همان قانونی که دعوا میکنند در آنجا زیر پا کرده می شود و مردم را تا به حد مرگ شکنجه و عذاب میکنند و عاقبت یا چندین هزار دلار میدهد و خود را از دست این